بالسلام و ادخلنا دار السلام و داخل کن مایان را چه؟ دار سلام را. دار سلام بهشت. خدا دار السلامش گفتن در قرآن، در بیشتر کتاب های مقدس آسمانی دار السلام گفته، بشارت دادن امت ها را، خدمت آنها را اجر کردن، پاداش کردن، مزد دادن، مهنت دادن، شادیانه دادن، حیدوانه دادن پیشکی که و ادخلنا دار السلام، داری سلامتی، داری که غم نیست، غصه نیست، محنت نیست، علت نیست، خواب و خیال و شکنجه و محنت، یگان فکر و یگان عقیده باطله و فاسقه و فاسده و غضب و شکنجه و محنت، حسد و رشک و بدبینی و برادر حتی خدای نشان ندهد پدر فرزنده برای مال بسیار داشتن شاید بدبینه، حسد کنه که یک من بسیار داره. این چی جای برادر، خواهر، اکا و دادر؟ یک کاری حافظ کل قرآن 5 ساله 7 ساله کودک میپرسن که تو در باب برادرها چی میگویی؟ آیت حضرت یوسف میخونه، علم قرآن ده، یعنی و پیغمبر زاده بودن، با برادرشون چنین کردن علیهم السلام. و با یک روایت در تفسیر نصفی آورده است که 11 برادر حضرت یوسف نبوت و رسالت یا پیغمبری یافتند، درجه پیغمبری داشتن آنها بعد حضرت یوسف علیه السلام، با وجود خطا، با وجود که سلامتی که از جانب خداست، همون سلامتی را نرسیدن. 40 سال یا 80 سال توفیق توبه کردن رو نرسیدن. حضرت یعقوب بیشتر برای همین گریزاره کرد خدا که فرزندام خدایا هلاک میشوند، فرزندام برباد میشوند، توفیق طاعتشان بتی، توفیق توبهشان بتی، توفیق توبه یافتن خیلی و ادخلنا دار السلام، داخل کن ما را دار سلام را، بهشت جاودان را، جایی که وعده دادی خدا به علم قضا و قدر حکمتت همه کمبودی ها و نقصان ها و همه ناراحتی ها را رد کردی و دور کردی. تبارکت، مبارک هستی، تبارکت ربنا، تو بسیار مبارک هستی، خدای پربرکات هستی. خداوند حضرت عیسی را گفت پربرکات، خداوند حضرات انبیا و مرسلین گفت پربرکات. حضرت عیسی را به زبانش گفت که بگو که من مبارک هستم، مبارک است روزی که تولد شدم، مبارک است که روز خداوند منم میمیرانه. نیکی نگفت کی میمیرانه. روز من به دنیا آمدم مبارک است، من مبارکم، و روز تولدم مبارک و روز سفر قیامتم مبارک. هر کجایی که باشم من مبارک است، آنجا برکت داده شده. در سیما و صورت عیسوی حضرت خداوند حضرات انبیا و مرسلین را حاضر کرد که همه پیغمبران پر برکات بودند. تبارکت، صاحب مبارک تو هستی خدایا، مبارک و پر برکات تو هستی. تبارکت ربنا، پروردگار مایان تو بسیار مبارک هستی. خداوند خود مبارک است. این خداوند اینقدر عنایت کرده، اینقدر علم حکمت از عرش اعلی با واسطه جبرائیل امین و انبیا و مرسلین به ما و شما ارزانی داشته است. ولی شاید خیلی و بسیار خسته و خجل میشیم. حضرت رسول الله حتی گفتن که وقتی مرد، انسان، بنده، مخلوق، امت از مجلس میخیزه باید که سلام بچه بخیزه بروه. سلام اول و آخر فرقی ندارن گفته است. اوی در مجلس میدره سلام میتیه، اوی از مجلس میخیزه، اینش از ویش فرقی ندارن در ثواب و اجر مقام. حتی در خیستن هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی ودای بنده مسلمان، ودای بنده مسلمان، با یکدیگر ودا کردن، با یکدیگر را به خدا سپاریدن. تبارک ربنا و تعالیت، و بسیار عالی است خدایا. عقل، علم، دانش و فهم، درک ذات اقدسی تو و انوار مقدسات وجه کریمت را کردن نمیتونه. بسیار عالی هستی. همچنانه که از نام علی یکی از نام های خداوند علی می باشد. تبارکت و تعالیت، بسیار عالی هستی، و تعاظمت، بسیار عظیم هستی. یا ذوالجلال و الاکرام، ای صاحب جلال و اکرام. حضرت خداوند جل جلاله با کمالات علم دین و با کمالات شریعت های پیغمبران علیه السلام، خصوصا با شریعت کامله و شریعت غرای زیبای جود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، تمام عالم هستی را سرپرستی کرد، مهربانی کرد، نوازش کرد، رحمت کرد و فضیلت کرد و برکات کرد. حالا خیلی ما و شما اگر یک انسان، حتی در بعض روایت آمده است که یک نیکویی را حضرت رسول الله گفتن که یک نیکویی که در یک حرف قرآن 10 ثواب، از 10 ثواب به حضرت روایت از حضرت علی کرم الله وجهه 50 ثواب، از این بالاتر در علم خدا گفتن اگر به یک شتر کشتن ثواب یک حرف قرآن 10 ثواب، از همین 10 ثواب یک تشبگیم ثواب یک شتر کشتن گرفته است،
در راه خدا فدا کسی را شکل می شود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و جواب صحابگان کبار می بود که آداب نیست که ثواب قرآن از 10 یک حرف قرآن از 10 ثوابش یک تشه به یک کشتن قرار دادن. آداب نیست. این از اینم بالاست گفتگی، اینم بالا و بلند است. حالا یکی برای همین سلامی که میگیم شاید سلام مردم از پسندم نکنن، پروایی هم نداشته باشند در باب سلام. حالا ما تذکر دادیم، تاکید کردیم که حتی ایمان انسان خطری است که از دست برود، اعمال صالحات شاید نعوذ بالله خطری است که از بین برود. همونجا یک کلمه میگه کافر میشه تمام. سلام که گفت از همون کلمه کفر خداوند به نام سلامیش او را محفوظ میگردانه. یک کلمه میگه که خانش حرام میشوه، از دفتش بی نصیب میشوه. یک کلمه میگه از پدر یا مادر عاق میشوه. یک کلمه میگه که خدا از او ناخشنود و در غضب میشوه. یک کلمه میگه که حضرت رحمت الله للعالمین پیغمبر خدا ناخشنود و در غضب میآید. انا سلام ندادن. برای همین شاید این بسیار اینا آدابند. برای همین رسول الله گفت صلی الله علیه و سلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خداوند ادب داد مرا و بسیار ادب خوب داد مرا. ادب پیغمبران ادب خداوند است. از بیبی عایشه مادرمان رضی الله عنها پرسیدن که رفتار پیغمبر، اخلاق پیغمبر، گفتار پیغمبر چیسان بود؟ حضرت بیبی عایشه مادرمان رضی الله عنها گفتن که کان خلقه القرآن. چند روایت آمده است اخلاق پیغمبر قرآن بود. هر آن چیزی که فرمان خدا بود، هر آن چیزی که چی کلام مقدس الهی قرآن بود، همون بود رفتار پیغمبر. برای همین یک سلام، حالا این ابتدای هر یک مجلس، ابتدای هر یک آخری، خدا را به یکدیگر همراه گردانیدن، خدا را یاری یکدیگر از درگاهش یاری پرسیدن. همه نتایجی که به زبان که ترجمان قلب است، همون چی مقصد و حاجت و مشکل و خبری که داریم همون را برای او رسانیدن وقتی میرسانیم او ضرر نبینه ما ضرر نبینیم. ایمان اسلام و دین و اعمال صالحات اطرافیان من همین دو مخاطب خطاب کننده و مخاطب زلل نبیند. برای همین در اصلاح آوردن یک کلمه سلام، کوتاه‌تر سلام علیک. نیشم درست نیکی از همه لفظ زیباترش، چون در عبادات در کار خیرات و خوبی چقدر حرف زیاد شید، در دعا در مناجات در ذکر حرف زیاد شید ثواب زیاد بشوه. السلام علیکم، السلام علیکم نباشه سلام علیکم هم بگه میشه، سلام علیک هم بگه میشه. برای در یک سلام این قدر نتایج. حالا همت ندارد که مردی جوان، مردی موی سفید یا پیری را یا استاد قرآن یا دانشمندی را همین ره گذشتن شد همت ندارد 3 قدم بدازه. داملا بیا که استادم بیا که خارجان که بیای از زیارتت کنیم، بیای از زیارتت کنیم، بیامی از زیارتت کنیم. نه، یک قدم داختن برای 30 ثواب، برای 30 ثواب قدم داختن همت نمینه. او که اومد به تو چی میرسه دیگه، چیش میمونه؟ نباشه با یک روایت آدمی سلام دهنده ابتدای سلام از 10 تا 20 30 آدمی علیک میگیره 60 برابر همین ثواب زیاد میشه و یک باره 3 کره 6 18 1800 حسنه، 1800 ثواب کسی علیک میگیره. برای چی؟ برای که او کبر، غرور، شیطنت، منافقی و بی ایمانی و بدینی و خودبینی را ای وجودش دور مینه وقتی علیک میگیره. سلام دهندن از 10 تا 20 30 علیک میگرفتگی 60 برابر ثوابش زیاد میشوه. اگر و علیکم السلام بگه 10 به 6 در بزنی به 600 میشوه. اگر و علیکم السلام و رحمت الله بگه 1200 ثواب میشوه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بگه 1800 ثواب در مجرد یک سلام جواب میگیره. حضرت استاد شیخ محمد صالح پردیل میگه که وقتی از مجلس خستیم سلام وداع میشه، وقتی از مجلس میگه خستیم ای 30 ثواب یا دیگر محروم نکنه، ای 30 ثواب یا دیگر محروم نکنه و مجلس هم میبرای. ای مجلس انا می ثواب میگه، می ثواب سلام میگه که ده همی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 ثواب لک ابتداء. در حدیث آمده است کسی جواب میده 60 برابر ثواب زیاد کرده میشه برای که کبر و غرور میشکنه. یا خیلی آدم من ندیده سلامش میگی، یا خیلیش نگهت نمینا، یا خیلیش هم تمیگرده نگه مینا میره. توبه خدایا توبه.
خدایا تا با تو گفته ایستش خدا همراهت باش، تو خدا، من خدا را با تو دادم، بگی خدا را. اونا میگیره خدا را، میگره نگاه میرن. انا فرعون شرط اسم برام تر در مصر پادشاه کنم بعد فرعون شای. یک سامان داشته باشی اگر در کیسه سلام یک کسی علیک نگیری، یک کس خطا زیاد بدون فرعون شده بر وقت. ایا مخلوق، ایا بنده خدا خطا زیاد بدون الکی فرعون شده. وای بر حال میلیون دلار که شاید پدر و مادرش. ما دیدیم، ما را بسیار در محاکمه ها فیراد مینن، در محاکمه و کشمکش ها و جنجال ها فیراد مینن. رئیسی بی پل، رئیسی بی منصب، رئیسی بی حجره. مستد خب که یک کمپیر برای ده خورم در خب که بعد این پشتی کمپیر که او چشم ای خانه تا خدا بسوزه بدبخلی خدا زده اهل لعنت شدی تو نخواه کسی که شکمی هموده شکمش گردون تره ای خونش خدا گوشت پوست داد تره تو امرا بگوی کمپیر خب که برای 4 سوم حرامه به زکات و به حشری به خیراتی که ای رسیه یا ای یهودی یا ای نصرانی یا دزدیده است یا فریبکش یا خورد است یا کارکش آورده است برای $4 حرامش کمپیر خب که کمپیر یه خدای کمپیر کی باشه؟ ما این چیزایی که واقعا میبینیم. انا سلام برای همین کارا نشوه، انا این کارا نشوه، آدم منافق نشوه، فرعون نشوه، بی ایمان نشوه، بی دین نشوه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من یک آدمی که لباس نو پوشه و فخر نکنه تعجب میکنم که همین آدم در دنیا باشه یا نباشه. آدم باید لباس نو پوشیدن در فخر میدرویه. حالا که خودش میبینه، زیبا میبینه، بزرگ میبینه خودش. نباشه در شریعت تمام پیغمبران علیهم السلام تمام مشایخ شریعت و طریقت گفتن که دین 3 حرف است. زهد ز زا ها دال، زا ها دال، زش ترک زینت حسن جمال نکردن. پیغمبرها اولیاء و عزیزا ترک زینت کردن. بچه های منال در روز 15 بار سرش و شونه بینن. اهلی طریقت 1 بار در شب، 1 بار در روز، 2 بار در 24 ساعت حقی در آینه نگاه کنه دارد. دیگه باید نگاه نکنه. این میخیر، این میخیر. یه بچم بستش که همی شونه ریشی بلگی جا کرده. برای اهلی طریقت در 24 ساعت 2 بار اجازت هست. ای 2 بار زیاد نیست. شب در آینه نظر کردن خطاست، روزگر بینی تو روی خود رواست. حضرت رسول گفت که المؤمن مرآت المؤمن، مومن آینه مومن است. مومن آینه مومن است. باید دیگه چه حاجتی آینه بندی؟ چه حاجتی دیگه آینه بندی؟ انا برای همین حضرت خداوند جل جلاله اینقدر کمالات، اینقدر نیکی، اینقدر فضائل، اینقدر برکات، اینقدر حسن و جمال. زاهادال ترک زینت. پیغمبران یگان کسی زینت نکردن لیکن از همه زیبا بودن. پیغمبران حسن جمال نکردن لیکن کسی میدید عاشقشان بشید. پیر 1000 ساله کمپیر، 1000 ساله موی سفید، مردی پهلوان جنگی، بحری، آبی، بری، حیوانات، درندگان، پرندگان، کسی میدید چه عاشقشون بشید. برای زینت نکردن، پریچوسکه نکردن، پال باکس نزدن، شونه و شامپون و کش و کش نکردن خچانه. هیچ ترکی هوا. ایرا بگیرم اون را بگیرم اول یک خیلوده ما های نکنی کیشت هم میکنه میگیره. یه بچه او خزینه دار خود شای، او زمین و آسمان ها در فرمان شای. اگر خونی دیگر کنیخته، اگر او که اراده نکاشه یسمه کسی نمیبره برای تو. لله خزائن السماوات والارض. خزینه های زمین و آسمان در منه. تو چیخته گدا که در خانه مردم. تو چی وقت خار زلیل که عزت شرف اختا پیش پای یک آدمی نوجوان مرد یا آدمی که زکات فرض خدا های نمیتیه اختا محتاج کرده ای یا کسی ریبا خورده ایست به در خانه اختا خار زلیل کرده ای. تو برای همون 50-100 سوم یا 1200 نمیتیه برای همون شرم میداری ای دیدارش عیب شنه میگوی، نقصان شنه میگوی، بینمازی شنه میگوی، بیزکاتی شنه میگوی، حج نرفتن شنه میگوی، به شرمی و به حیایی اهل بیت شنه میگوی، به دینی و به ایمانی فرزندا شنه میگوی. برای میگوی وظیفه ختم میشه، اون صد دیگه نمیتیه. همین خیل شدین. اگر این خیل نشه پادشاه میشه، اگر این خیل نشه پادشاهت مینه خدای تبارک و تعالی. در جنده او پادشاهی، ملائک در خدمت در اطرافت میبینی شو، جینا در خدمت در اطرافت میبینی شو. ترک زینت، ترک هوا، نفس ما را کشته است.
دنیا و شیطان و نفس، دنیا و شیطان و نفس در حدیث قدسی و حدیث نبوی برابر کرده است خدا. دنیا مال و متاع و منصب، نفس خواهشات، طلبات بالا و پایون و چشم و گوش و دست و پا و پایون و بالا و نیکلای ایوان و پترو و همش، یعنی ایشه هوا میگن. انا شیطانی که 18,000 عالم در ترس بیمای، شیطانی که پیغمبرها گفتن حقارتش نکنه که نقش تو یکی. ولی ما نعوذ بالله پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و یک از در پیشش از صحابه شیطان دشنام داد، معاذ الله ولا حول ولا قوت الا بالله. دشنام نتی گفت فانه یکبرو، تو دشنام دادی و کلون میشوه، او دشنام گناه گناه کشید و کلون میشه، با قوت میشه دیگه. تو ظفر یافته نمیتونی بالای او، دیگه قوت نمیاوی بالاش. بلکه چی؟ فاستعذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بل قولوا ولا حول ولا قوت الا بالله، بلکه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بگه او صغیر میشه و ناتوان میشه و میده میشه و بی قوت میشه. چندی تو تقوا که ایمان و اعمال صالحات که تو با قوت میشه و ضعیف میشه. زینت، ترک هوا نفس. ما را نفس کشته است، همه خاری و زاریمون ای نفس، ای نفس. دال چه؟ دنیا. همه پیغمبران، همه عزیزان و بزرگان از این سه خصلتی انسانی و بشری خود را به صفت رحمانی و خداوندی پاک کردند. ترک زینت کردند. خداوند چنان زیبا و خوشنوش، هرگز حاجت به زینت نقش نقاش و چی؟ در به زینت نقش نقاش و خال دیگر نداره. 70,000 پرده نور بالای چی؟ جمال پروردگار پرتافتگی بین هر پرده، از این پرده تا او پرده 500 سال راه. انا خداوند برای کسی محتاج به زینت نیست. ترک زینت کردن، ترک هوا کردن. پیغمبران علیهم السلام هوای نفس نداشتند. در بعض قصه بعض پیغمبران را نعوذ بالله در شأنشان بعض سخنایی که نعوذ بالله طبق آیت حدیث آدم اگر کافر هم نشه و گناهکار شدنش انیق، در بعض روایت کافر شدن انسان ممکنه. وقتی گپی پیغمبران رو میزنه حضرت فلان علیه السلام، حضرت فلان، حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، حتی ما ای واعظان و عالما و سخنرانا بعضی جا میشنویم یوسف دسته بوده ای داملو شاید تو کی را گفته شاید تو یوسف؟ حضرت یوسف نمیگه، حضرت یوسف علیه السلام. اینا خدا شأن داده است، رتبه داده است، مقام داده است. این یوسف ابرار نیست، این یوسف یعقوب علیه السلام. این تو گفته این همی سلام برای انمی خواهی. ما دیدیم واجداره که 20 سال خوندگی ادب نداره، نام پیغمبر یوسف یه باشه، یوسف یه بار گفتی، 2 بار گفتی. تو خیالت من یکان اوچیم بطره اینجا شدم یا یکان قلقم لقایم یا گفت فکر بزا نام هر پیغمبر اگرسی هر گفتگید علیه السلام. حضرت پیغمبر یوسف علیه السلام، یوسف پیغمبر علیه السلام. برادر این وظیفه خدا و رسول خداست. وظیفه خدا بالای تمام امتها و خلقا مانده است. تو امیا لتیننت اگر ملت لتیننت میگو یا ریادوش بگوی تلخش میگه ای باشه ما افیسرم. این نوشگری افیسریت خدا زده. یک رتبهش کمتر بگوی تلخش میکفه. این مردک با خدا گفت زدگی های. این خدا ای بین صدها هزارها جدا کردگی های. شما برای همه که پیغمبرها همی 3 چیزه اولیاها و عزیزای خدا این چیزه نظر نکردن: زینت، هوا، دنیا را نظر. و ما برای دنیا خودمون کشته مانه شما برا ای دیوال 3 بلوک خشخری و خشپروشی و خشیاری را بردیم. دنیا همین هم میگه با دنیا چیه دیگه؟ با دنیا میپرد هم پرتریت اطلاع کنن با دنیاش بگوی نه، یا هیکل تا و مجسمه تا نه، این همین دنیا همی امارت نکردن. حضرت لقمان حکیم حضرت جبرائیل علیه السلام با یک روایت زیارتش خدا روانش کرد که برای لقمان ما رو یک خبر گرفت. نیمی بدنش در افتوای، نیمش در سایه، یک خمشک در بالاش کشیدگی. گفت لقمان سلامش داد، احوال پرسید کرد. گفت لبیک دوست خدا، عزیز خدا، چه خدمتی؟ گفت عمر چند داری؟ گفت 700 سال یا 500 سال یا زیاد یا کم. گفت که همین یک کاری میکردی این طرفی بدنت هم در سایه میگردید افتاو ناراحت میره، ناخشت میره. گفت که 500 یا 700 سال ارزشی در سایه ایستادن نیست.
گفت امتهای من خبر دارم از علم عرش اعلی و از علم خدا. امت پیغمبر رحمت للعالمین در آخر زمان میاد با 50 و 100 سال قصرهای کنند که بر هوا و بلند، که 10,000 سال آفتاب و باد و باران او را رخنه کرده نمیتونه. گفت اگر 50 یا 100 سال میبود یه بار سر در سجده میماندم در زمین، همو قطی بدش میکردم، یا سجده قطی خلاصش میکردم. انا این دنیا بعد این دنیا شرطی نیست 16 20 100 ایتاج مثل همو فرعونی اینه زینت هوا دنیا اگه دو دنیا و دو قشپ و شپ وای وای دو هزار که نماز بخونه 100,000 بار یاد خدا مینه. انا برای سلام این بسیار بسیار در اسماء الحسنا نامهای پاک خداوند سلام یکی از نامهایی که این چارچوبه 99 نام خدا را زینت داده است. اگر در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که چه لله 3,000 اسما، برای خدا 3,000 نام است. بعضی مشایخ طریقت و شریعت و بعضی پیغمبرها با یک روایت دعا کردند که اللهم بكل اسم سمیت نفسك و ذاتك و صفاتك، خدایا به هر نامی که ذات و صفات نامزد کردی به همون نام ما دعا میکنیم. خدایا به هر نامی که تو خشنود میشی ما به همون نام دعا میکنیم. خدایا به هر نامی که تو به اون نام دعا را قبول میکنی ما به اون نام دعا میکنیم. یک انسان گفت که اهل قرآن بسیار اهل قرآن من چندین عالم و دانشمندا و همه را خیلی ها را پرسیدم، ما را هم پرسید که فرستش که همی کدام ذکر را کنیم. ما گفتیم که خیلی ای استادای کلان از عالما شنیدیم یه ذکر مخصوص نیست، آدم همه ذکر را بکنه، سبحان الله هم بگه، الحمدلله هم بگه، الله اکبر هم بگه، لا اله الا الله هم بگه، بسم الله الرحمن الرحیم هم بگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم بگه، ولا حول ولا هر چیزی میسر شد گفتن بگیره. یک کس فقط در نماز یا در روزه یا در ذکر مخصوص این خیل نیه، از هر خیرمن یک خشه ای هر یک باغ یک گله. این قرآن همش باغ ای. اما حضرت بلال رضی الله عنه را آمدن در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گپ زدن که شب تلاوت قرآن مینه در نمازهای شبش ای سوره اینجا پرسید که خیلی ها بلال گفت که ها این خیلی منی گفتن یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت باغ بهشت که در دنیا باغ بهشت همه قرآن ای، من این باغا از اینجاش میگیرم اینجاش یک گل میگیرم اینجاش. گفت خوب کردی نیکو کردی. انا برای می ترک زینت، ترک هوا، ترک دنیا. این ترک دنیا معنی نداره کسب نکن، کار نکن، خانه تا آباد نکنی، این خیل نه. ترک دنیا معناش آن است که دنیایی که از نماز بمانی، از روزه بمانی، از نماز جمعه بمانی، از حلقه ذکر بمانی، از تلاوت قرآن بمانی، از حج بمانی، از زیارت منزل مقدس حضرت رحمت للعالمین بمانی. دنیا وظیفه هم دنیا میگن، وظیفه ای که از زیارت خدا بماند، از زیارت رسول خدا بماند، از زیارت قبله مسلمان ها بماند. این دنیا گفته فقط پل و مال طلا تنگره نمیگن، وظیفه هم هموی پهلوانی هم داشته باشی دنیا ای. سببی نشود که از فرایض و واجبات یا سنن و مستحبات، از آداب خدا و رسول خدا، از آداب کتاب مقدس قرآن یا از آداب 150,000 صحابه پیغمبر علیه السلام که با او آداب خدا در قرآن مبارک گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضا شد خشنود شد خدا از آنان و خشنود شدن آنان از خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین فی کل حال و علی کل حال و علی کل احوال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و الحمد لله رب العالمین. روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هر آن چیزی گفتیم خدایا از زبان همین جوان مردان گفتیم، از اخلاص و محبتی که در دل دارن خدایا از چهره های اینان ما گفتیم خدایا تو یاری کردی. خدایا با روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هدیتاً و با روح اهل بیتشان طیبین طاهرین و صحابگانشان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، با روح پاک جمیع حضرات انبیا و مرسلین و اهل بیتهم طیبین طاهرین و صحابتهم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، با طفیلشان با روحات استادان پیران حقیقت، پیران طریقت، پیران کم، پیران مذهب، پیران معرفت، پیران شریعت، پیران خلقت، پیران ارشاد، پیران هدایت، آنانی که مقام و رتبهشان بالا و بلندتر و پایانتر بر جمیع